سلام دوستان همراهان کانال ایکدیفای. در بخش سوم از آموزش PLC در ایپلن قصد داریم بتونیم یک مسیر حرفه‌ای جهت آدرس‌دهی ورود و خروجیاتون و کنترل آدرس های PLC تون بهتون یاد بدیم. یک بخش خیلی مهم و جذاب. بریم که با هم دیگه این بخش رو شروع کنیم. خب برید دوستان، ما یه همچین رکی ساختیم یا پروژه رو از جای کپی کردیم، صفحات مختلف رو از تمپلیت های مختلف کپی کردیم، رسیدیم به همچین نقطه‌ای که یک سری ورود خروجی ها میتونه آدرس دهی یا اشتباه داشته باشه، میتونه کارفرما از ما خواسته باشه آدرس ها رو تغییر بدیم، مثل اینجا که داده آنالوگ آوتپوت، ولی میبینیم که اینجا آدرس دهی ها بر حسب آنالوگ نیستن، بر حسب دیجیتال هستن. اینا رو ما میخوایم اصلاحشون کنیم. از چه شکلی میتونیم کار رو انجام بدیم؟ میخوایم دونه دونه بریم اینا رو چک کنیم، یا اینکه یک راه میانبر برای مدیریت کلی پروژه وجود دارد یا خیر؟ یکی از گزینه‌هایی که برای این کار هست، ابتدا میادیم بالا روی کل پروژه کلیک میکنید، یه تابلو برقی که میخواد روش کار کنید، آی آدرس رو این بالا از توی سرور دیوایس آی آدرس رو میزنید. این برای شما PLC هایی که باز هستن رو نشون میده. شما نشون میده که ما از 3 تا PLC اینجا تعریف کردیم. خب توی پروژه من یک PLC و یک ET بیشتر نیست، پس من باید اینا همه رو یکی یکی اصلاح کنم. الان از من میپرسه که شما رو کدوم پروژه میخواین کار کنین. حالا که این برای من غیر مفهومه، من تمام اینا یک دونه بیشتر PLC ندارم و نهایتا یک PLC که استیشن PLC هست، یکی هم استیشن ET، پس باید بیام اینا رو اصلاح کنم. پس اینو من اول کنسل میکنم، این وارد سرورگ نویگیشن میشم. توی PLC نویگیشن شما وقتی روی پروژهتون راست کلیک کنید، بیاید این سرورگ ویو رو ببینین. وارد ویو که بشین میزنه که معمولا شما اولین چیزی که بر اساس دیسپلی تگ هست، یعنی نرمال استاندارد ایپلن بر این اساس است. شما این PLC هاتونه که میبینید بر اساس اون استراکچر و تگی که گذاشتید بهتون نمایش داده میشه. روش راست کلیک کنید ویو و بر اساس آدرس، چنل یا رک، من رک رو میزنم. ببینید من الان چند تا رک برای من تعریف شده. من این وقتی اینو میزنم این پایینم توی گرافیک رو فعال کنید، میتونید ببینید یه دونه است که اصلا معلوم نشده برای کجاست. میتونم روش راست کلیک کنم، گو تو گرافیک رو بزنم، اصلا پیداش هم نمیتونه بکنه کجاست، پس اصلا وجود نداره. من اینو پاکش میکنم، میمونه این دوتا. قرار پروژه‌مون رو اصلاح کنیم دیگه، با هم دیگه داریم یک پروژه‌ای که توش ایرادات هست و با هم دیگه داریم اصلاح میکنیم. یکی این PLC، ببینید که این کارت من، یعنی این کارتی که فکر می‌کنم کارت اول نه دوم، یعنی این کارت داره میزنه که برای PLC A4 هست. حالا این PLC A4 کجا نوشته شده؟ وقتی شما روش دابل کلیک کنید بیاد روی PLC Structure Data، اینجا میزنه که Configuration Project و استیشنش، ID که بهش میدید، رک چندم هست و CPU نیمش این پایین هست. خب من اینا رو میخوام عوض کنم، همه رو اصلاح کنم. ببینید این CPU منه، من روش راست کلیک میکنم، گو تو گرافیک رو میزنم، اینجاست. این CPU هم نبود، این ریل CPU هست. من این CPU خودم انتخاب میکنم، روش دابل کلیک میکنم توی PLC استراکچر، PLC 1 اسمشو گذاشتم، استیشنش هم گذاشتم S7500-01. آدرس اگر بخوام بهش آیدی بدم، اینجا مثلا 192.568.0.1 برفرض. اسم CPU هم اینجا می نویسم. این CPU هست، اینجا تیک خورده، بله این CPU هست، یعنی من این من قطعه که اینجا دارم CPU، پس ما بقیه میام به این نام میچسبونم. اوکی رو میزنم، ذخیره میشه. این مربوط به CPU 1 هست، ریل من هست و کانفیگوریشنش روی PLC 1 هست. میبینید که استیشن آیدیش اشتباه هست، میام روش این کیفشوی باز میکنم، استیشن آیدی که اونجا انتخاب کرده بودم و میزنم و اینجا هم نیازی به چیزی ندارد، پاک میشه. و تیک CPU name اینجا باید درست باشه، CPU این متعلق به این CPU هست، PLC 1 و تیک CPU نمیخوره، تیک بازکوپلرم نمیخوره چون فقط ریل من هست. تمام شد. حالا باز میریم اینجا، ما انتخاب میکنیم، ما فهمیدیم که یک PLC 1 داریم. این کارتایی که اینجا اشتباه هستن زیر مجموعه A4 روشون راست کلیک میکنیم، پراپرتیز رو میزنیم.
PLC باکس رو انتخاب میکنیم چون PLC باکس ما اصلی هست، ما بقیه وصل میشن به PLC باکس. PLC باکس رو که انتخاب کردیم تو سربرگ PLC استراکچر میریم اینا رو یک یکی انتخاب میکنیم. این A4 نیست، اون کانفیگوریشنی که ما داشتیم باید اصلاح بشه. اینجا کی میشه ET200 ما هستن، میشه ET200 نقطه ET200 SP نقطه 40. آیدی هم نیازی ندارد، اسلاتش هم بعدا تنظیم میکنیم. PLC نیمش هم روی PLC که قبلا تعریف کردیم اینجا رو دیگه ننویسید. یک بار روی PLC ما اومدیم اینو وارد کردیم، اینجا فقط دیگه میایم ما توی PLC نیم سلکتش میکنیم، انتخابش میکنیم، همونطور که این بالا استیشن آیدی رو انتخاب کردیم. اینجا استیشن آیدی ما 1500 دیگه نیست، میتونیم بذاریم که استیشن 1500 ET200 SP. خب الان من هر چیز دیگه‌ای که اینجا دارم، اینجا زیر مجموعه PLC 1 این اشتباهی زیر مجموعه PLC 1 نیست. ببینید ما همشون باید زیر مجموعه PLC 1 ما باشن، چون ما یک PLC 1 داریم، یه استیشن هم میخوره PLC، یه استیشن هم میخوره ET200. ما باید به اون شکل تنظیم کنیم. این اشتباهه. Properties و PLC Box، اینجا PLC 1. من اینجا اشتباه زدم. حالا یه استیشن S7500 ET200 SP داریم، میتونیم این 1500 هم حذف کنیم، میگم PLC 1500. میدید الان که همشون من زیر مجموعه PLC 1. خب حالا ما دو تا استیشن داریم، استیشنمون رو باید اصلاح کنیم. این کارت هرچی هست ET200 1500 SP اوکیه، این 1500 این هم اوکیه. این الان فرق میکنه، این هم با اون یکی میکنیم. Properties PLC Box اوکی. توی سربرگ PLC Structure Data ما میایم اینو استیشنش رو تغییر میدیم. یکی دیگه مونده Properties PLC Box، اینم تغییر میدیم و این قطعه. حالا نکته‌ای که هست توی ET1200 SP، اینجا ما الان ببینید که ما آیدی های مختلفی داریم که نیازی بهشون نداریم و اشتباه تعریف شدن، باید اینا هم اصلاح کنیم. خب من اینو وارد، برای اینکه مطمئن‌تر و درست‌تر کارش رو انجام بدم، وارد همین قسم صفحه میشم. خب من اینا رو میام همش رو با هم دیگه انتخاب میکنم. Properties، اینا همشون تحت مجموعه یک رک آیدی هستن، یعنی میگه که همشون رو با هم دیگه. توی این یکی هم من باید اینو چک کنم و PLC هم درست کنم، چون فکر می‌کنم اینجا یه خطایی انجام دادم. Properties 00 اون یکی 01. الان این رک هایی که من داشتم کاملا مشخصه دیگه. حالا از اینجا به بعد من میخوام وارد بحث آدرس دهی بشم. حالا که ما CPU رو تنظیم کردیم و به برنامه نشون دادیم که یک دونه CPU بیشتر نداریم و ما بقیه زیر مجموعه این CPU هستن، ما روی پروژه انتخاب می‌کنیم، آیا آدرس لیست رو میزنیم. اگر درست باشه صفحه باز میشه و اگر درست نباشه باز به ما نشون میده که من چند تا CPU دارم و میخوام رو کدوم CPU کار کنم. چون من یه CPU بیشتر الان ندارم، میاد اینجا باز میکنه، یک صفحه برای من باز میشه که میگه شما میخواید دوباره اینو PLC تون رو ریادرس کنید بر حسب سیماتیک S7E یا Q. اینو ما چه شکلی اگه بخوایم به جای IQ بخوایم بر اساس EA بذاریمش یا EA بذاریمش چطوری تغییر بدیم، من بعد این بهتون میگم. اینو ما توی تنظیمات گذاشتیم روی این حالت بمونه. خب حالا میگه دیجیتال اینپوتات از چی شروع بشن؟ من میذارم دیجیتال اینپوتام از 100 شروع بشن، آوتپوت هم از 200 شروع بشن، ببخشید 100.0. دیجیتال آوتپوت هم از 200.0 شروع بشن.
آنالوگ اینپوت هم 300 باشه، آنالوگ آوتپوت هم 400 باشه، از 400 شروع بشه. اوکی میزنم و شروع میکنه ریادرس کردم. ببینید برای من ریادرس کرد I000 I100 میره به بالا. دیجیتال خروجی اینجا Q200 گذاشته. آنالوگ اینپوت از 300 شروع کرده و اینم 400 گذاشته. چرا 400 402؟ خب این چرا اشتباه هست؟ ببینید کارت ما روی آنالوگ آوتپوت 400 انتخاب کرده. برای اینکه بفهمیم چرا این اشتباه رخ داده من اینو انتخابش میکنم. چارتاشون رو با هم پراپرتیز میزنم و وقتی باز میشن توی این پایین ببینید دیتا تایپی که داره بولیان. این اشتباهه. دیتا تایپی که من دارم ورد هست، پس باید به صورت ورد آدرس دی بشه. اوکی میکنم و دوباره میایم بالا، آی آدرس رو میزنم، دوباره این رو انتخاب میکنم و اوکی رو میزنم. ببینید درست شد پی کیو ورد، پی ای ورد 300 شد. خب یکی اینکه چه شکلی ما تنظیم میکنیم که این آی باشه، این پی باشه، پی آی ورد باشه، این پی کیو ورد باشه، این آی باشه. شما می توی فایل ستینگ پروژه‌تون که باز کنید، روی پروژه‌تون برید، توی بخش دیوایس قسمت PLC اینجا زده که پروژه‌ای که شما دارید، این استراکچری که میخواد روش انتخاب کنید، مثلا از من الان روی سیماتیک S7 IQ تنظیم شده. شما میتونید اینو بزنیدش و تغییرش بدید، درسته EA باشه یا بر حسب PLC دیگه باشه. علاوه بر اون میتونید روی این سه نقطه کلیک کنید و بیاین تنظیم کنید که آدرس هایی که شما دارید میدین چند تا اضافه بشه. مثلا اینجا داره میگه که من بیت هام وقتی بولیان هستن، شما اینو انتخاب کنید. دیتا تایپ من بولیان هست، روی دیجیتال اینپوت هم هستم 0.1 اضافه بشه. یعنی چی؟ یعنی این رو کاری نداره، اینو یکی یکی بعد از ممیز و بعد از اون نقطه رو یکی یکی اضافه میکنه. اگر دیتا تایپی که من انتخاب کردم رو بایت هست، یه دونه میره بالا. اگر ورد هست شما اینجا میتونید تغییر کنید، یا پی آی ورد هر چیزی که دوست دارید بنویسید. پی آی ورد هست، ورد مینویسید، آنالوگ اینپوت دو تا بره بالا، دابل ورد 4 تا بره بالا و همینم برای خروجی. اینو شما میتونید اینجا تنظیم کنید، فرمت هاتون رو اینجا تعریف کنید. ولی خب بیشترین کاری که ما داریم اینجا با این هست. اگر تغییر دارید میتونید این بالا به یک نام دیگه برای PLC خودتون، PLC جدیدی که هست، PLC چینی، هر شکلی که هستن اینو ذخیره کنید و اوکی رو بزنید داشته باشین. و بعدش اینجا اوکی بزنید. خب من تغییر ندادم. این یک روش هست. روش دیگه ای که هست، حالا این ما فقط اومدیم اینجا رو دستکاری کردیم، اینو اومدیم فقط آدرس ها رو مرتب. حالا من میام اینو برمیگردونم به حالتی که یه خورده به هم ریخته بود. فقط کاری که میکنم این دیتا تایپمو اصلاحش میکنم، چون الان متوجه شدم اینجا دیتا تایپمو اشتباه تعریف کردم. میذارمش روی ورد. اوکی. حالا پروژه رو انتخاب میکنیم. این بالا اساینمنت لیست داریم. اساینمنت لیست رو میزنیم، یک صفحه برای شما باز میشه. قبل اینکه کاری رو شروع بکنین میاد اول روی قسمت کانکشن پوینت دابل کلیک میکنین. شروع میکنه جدول رو بر اساس شماره کانکشن پوینتتون تنظیم کردن و بعدش روی این DT، این تگی که هست، دابل کلیک میکنید. حالا جدول شما اول بر اساس شماره 1 2 3 4 5 6 7 8 و اون کارتتون تنظیم شده. یعنی چی؟ یعنی شما الان این کارت رو دارین، کارت K1 1 تا 8، کارت K2 1 تا 8. خب چیزی که هست تو این جدول، شما این سمت چپ دارید حالتی که الان هست رو دارید میبینید از PLC تون و سمت راست چیزهایی که میتونید تغییر بدید رو میبینید. مثلا من این آدرس رو I00 میکنمش I101. ببینید اینجا زرد میشه. این که زرد شده یعنی شما اینجا تغییری ایجاد کردید. اگر اوکی بزنید تغییر اعمال میشه، اگر اپلای بزنید تغییر اعمال میشه. من اپلای میزنم و این میشه 101.0. آدرس تغییر کرد. خب من میخوام همون 100 بمونه، دوباره میزنم، اپلای میشه. حالا کاری که میکنید اینجا، شما یک فایل اکسل باز میکنید. من فایل اکسل باز کنم. شما آدرس ها رو که میخواین تغییر بدین میتونید اینجا داشته باشین، خیلی سریع انجام بدید. فرض کنید که اینجا از 100 نمیخواد اضافه کنید یا اعدادتون به هم ریخته است به هر شکلی که هست. من یک ببینم تو این کارت های من این
مرتب این مرتب اینجا الان نمیخوره به کارت من، کاسه به کارت من نمیخوره. شماره پایه هایی که اینجا هست اشتباهه. دوباره مرتبش میکنم با دابل کلیک کردن و کاسه 1 2 3 4 5 6 7 8. خب حالا اینا که مرتبم، این آدرس تی که من اینجا دارم درست نیست برای کارت کاسه. پس من میام تو فایل اکسلی که آدرس قبلی از تا 101 بوده، اینجا می نویسم 102.0. بعد انتخابش میکنم، درگ داون میکنم، کپیش میکنم و اینجا پیستش میکنم، اینجا اضافه میشن. اینجا دیتا تایپ هم همشون مشکل دارن، هیچکدوم بولیان انتخاب نشدن، باید بولیان باشن. تکست ها هم میبینید که این شکلی همشون برابر هستن. من اینا رو میخوام تغییر بدم، اینا میذارم 3 4 5 6 7 و 8. همین کار رو میتونم برای تمام کارتام انجام بدم. اینجا که خروجی آنالوگی که اشتباه بود زده Q0 پی کیورد 400 پی کیورد 402 پی کیورد 403 پی کیورد 404. خب این تکست هایی که اینجا هستن میتونم از روی لیست سنسورهام، رو اون آی او لیستی که کارفرما در اختیارتون میذاره برای هر سنسور چه تکستی قرار شما انتخاب کنید، میتونید اینجا بذارید. مثلا والو 100 بعدیش 101، هر شکلی که هست شما اینا رو میتونید انتخاب کنید و هر چیز خالی مونده نهایتا مثلا به عنوان رزرو شما خود انتخاب کنید. این شما انجام دادید، اپلای بزنید، اوکی رو بزنید، کامل میشه. ببینید که تمام اون چیزایی که ما می‌خواستیم تغییر کردن. این از کارت 3 که اصلاح شد، این هم از این کارت که اصلاح شد. یک نکته توی اساینمنت آی او لیست انتخابش میکنید. یک چیزی هم میگم، این بالا چیزهایی هستن که شما هنوز براشون تعریف نکردید. فانکشن این ورودی یا این چیه؟ دیجیتال اینپوت، دیجیتال آوتپوت. نه حالا شما توی اون کارتی که برید میتونید پیدا کنید و اصلاحش کنید اگر نیاز باشه. اگر چیز مهمی نیست، مثلا رک PLC که ولش میکنید. ما با این قسمت هایی که تعریف کردیم و نیاز داریم و کار کردیم اینجا برامون مهمه. میدیم بالا فیلترها، اسم CPU که دارید رو انتخاب میکنید. من CPU من PLC 1 گذاشتم. میام اینجا از توی فیلترها اینجا یه دونه علاوه میزنم، اینجا تو پراپرتی CPU ایندایرکت رو میزنم، میشه این صفحه. این که باز شد توی قسمت اینجا میتونم که بزنم برابر و یا چه تابعی باشه. برابر تابعی که هر سطری که اینجا برابر با PLC 1 بود CPU ایندایرکتش اونو باید نشون بده. بعد که اوکی شد میام اینو فیلترش میکنم، میبینید که فقط PLC 1 نشون میده. یعنی اون چیزایی که اشتباه هستن یا تعریف نشدن به عنوان PLC برای من نشون نمیده. اکستراست رو میزنم، اکسپورت اساینمنت لیست رو میزنم، قبلش باید اوکی کنم، اپلای کنم، بعد اکسپورت اساینمنت لیست رو میزنم. میگه که بر این اساس و بر اساس چه زبانی، من فقط الان نمیخوام همه زبان ها گرفته بشه، فقط بر اساس زبان انگلیسی توی چه نامی من این فایل رو هرچی که هست، این نزولی که اینجا نوشته چیزی که توی ستینگمون هست و آپدیت یعنی دیفالت خود ای پلن هست. شما مثلا می‌دارید ایکادیفای بر فرض و کجا ذخیره می شود هم انتخاب میکنید. اینجاست. من این مسیر رو حالا نگهش میدارم که بعدا میخوام برگردیم به همین حالت اتوماتیکی که هست با فرمت SDF. اوکیش میکنم. خب این خارج شد. حالا چه کار میکنیم؟ ما اکسلمون رو باز میکنیم. دیگه ما با اکسل فعلا کار داریم، با پلن کار داریم، رو بزرگش میکنم. داتای و اوپن رو میزنم. اوپن یعنی توی اپ شما میزنه اوپن. من اینو بازش میکنم، میرم فایلمو پیدا کنم، اینم میذاریم روی آل داتای، هرچی که هست نمایش بده. فایل رو من انتخابش میکنم و اوپنش میکنم. اینجا از ما میپرسه که اینا با چی جدا شدن. اینا با کما به صورت
ستون جدا شدن و یه صفحه میرم جلوتر به این شکل نشون میده. من میگم که اینایی که به صورت کما هستن الان به این شکل به من نشون میده. هر چیزی که کما بوده خط میکشه و نشون میده. میره جلوتر به صورت استاندارد باشه. هر چیزی که میخواد نشون بده داتوم ها اینا رو تنظیمش انجام بدیم و تمام. ببینید که اون فایل های ما به این صورت چیزهایی که نیاز داشتیم اکسپورت شد. خب دوستان اینم از بحث آدرس‌دهی ها و PLC نویگیشن که با هم مرور کردیم. امیدوارم که به کارتون بیاد و مفید براتون واقع شده باشه. تا ویدیو یا دوره بعدی خدا یار و نگهدارتون باشه.